فرودگاه کابل در روز 26 اوگوست سال 2021 به خاک و خون کشیده شد. در روزی که نیروهای آمریکایی پس از 20 سال حضور افغانستان را ترک می کردند. در حمله مرگ طلبانه 13 سرباز از آمریکا و بیشتر از 170 افغانستانی کشته شدند. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. مقامات آمریکایی گفتند گناهکاران را جزا خواهند داد. محمد شریف الله با تخلص جعفر در پاکستان بازداشت شده است. دونالد ترامپ روز 4 مارس در سخنرانی در کنگره او را خطرناکترین تروریست نامید. امشب با خوشحالی خبر می دهم که ما تروریست خطرناک و مسئول عمل وحشیانه را بازداشت کردیم. او در راه است تا نزد شمشیر تیز دادگاه آمریکا پاسخ دهد. وزارت عدلیه آمریکا در جزئیات که روز 5 مارس نشر کرد گفت محمد شریف الله به شهروندان تاجیکستان که در حمله به کراکوس سیتی در مسکو دست داشتند تماس داشته است. در خبرنامه گفته می شود شریف الله به مفتشان آمریکایی گفته است به 4 حمله‌گر استفاده از اتومات کلاشنیکوف را آموزش داده با 2 تن از آنها آشنایی داشته است. روز 22 مارس سال 2024 مقامات روسیه از حمله تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس خبر دادند که در آن بیش از 130 نفر کشته شد. سید اکرم رجبالی زاده، فریدون شمسیدین، دلیرجان میرزایف و محمد صابر فیضف را حمله‌گران اصلی نام بردند. معلوم نیست که با کدام از آنها کی و در کجا محمد شریف الله شناس شده است. نزدیکان تاجیکان بازداشت شده کار دست آنها بودن حمله را باور نکردنی خواندند.